نجیبی است اگر بگذارم، این بشر کیس عجیبی است اگر بگذارم. عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما مردم خوب و خونگرم ملایر سامن. خیلی خوشحال هستم که باهاتون آشنا شدم. واقعا که مهربونی و قلب قشنگتون امروز به هم درس داد که دوست داشته باشم و ممنون هستم از همه عزیزانی که اسبای خیلی عالی آوردن. در محضر استادم جناب آقای حاج مهدی علیخانی عزیز بزرگ پیشکسوت صنعت اسب استان اصفهان یاد گرفتم و خدا رو سپاس. یک تشکر ویژه داریم، از همه تشکر شد، اما یک تشکر ویژه داریم از مجری توانا و جوانمون جناب آقا بهزاد شهبازی عزیز. بله و خدا رو شاکر هستیم که کشورمون در حال رشد هست. مجریهای خیلی خوب، البته استاد شهریار بابایی عزیز که استاد ما هستن و افتخار استان اصفهان و ایران و در محضرشون آقای شهبازی عزیز و دیگر عزیزانی که خداییش خیلی زحمت میکشن برای پیشرفت در این صنعت و اگر نوای گرمشون نباشه این شور و حال هم نخواهد بود. تشکر ویژه داریم از مسئولین محترم شهر سامن که همه جوونا رو حمایت کردن. من خیلی خوشحال شدم مسئولین عزیزی که اومدن وارد میدان شدن، نماینده عزیزای دلم آقای ترک زبان، دوستان عزیز شاید فامیلیاشون رو ندونم، نیروی انتظامی، شهردار محترم زنده باد که پا به پای جوونا بودن و این جای خوشحالی داره. الهی الحمدلله امیدوارم که با حمایت تمام مسئولین روزی شاهد باشیم در کل دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم. و یه تشکر ویژه دارم از بانوان عزیزی که همراه ما بودن برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون، مسئولین عزیز و در رأسش امام زمان یه صلوات بفرستید.